مهرافروز شوهرش رو خودش از خانه پیش کرده است و خوش به حالم. در اکثر موارد من مشکلی هایم رو خودم در تنهایی حل میکنم. در اکثر موارد من با غم و دردم احساس تنهایی میکنم. میگویند گویا شما رو شوهرتون با یک جوان 20 ساله در خانه تون یک جای دیده است و از همین خاطر قهر کرده برآمده رفته است. بله. زن دوم شدن رو قبول داره؟ یک تصور نمیکنم. از گفته های شما برمیاد که هنوز هم شوهرتون رو دوست میداره. من دوست نمیدارم مردکی بی ناموس، مردکی بی مسئولیت. نفر است زنگ میزنن 1,500 میگه 3,000 میتیم فسان که بیان اور چی پند نصیحت های اینستاگرام تا نقل که حمدی بی حد آن خدای پاک را که جان بخشید مشت خاک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز مقرر داریم در داروخانه شفافرما. در داروخانه شفافرما داروی گیاهی از اختیار شده هستند برای بزباله شدن، خراب شدن، برای درد پوچه، میون در ریوماتیسم و دیگر غیرها و همچنین روغن سیادونه تازش میباشه خلاد عجیم. حدیث پیامبر است که بعد از مرگ همه درد دواهای سیادونه دو نمود توزیع میشود. یک نمود دیگه گرم کرده روغنش میگیرن، یک نمود دیگه خنک میخواد روغنش میگیره. از همه خوب و بهترینش این همین خنک شد، یعنی که خلاد عجیم فیلتر نو کرده تازه شما میتونید دسترس کنید. مایده‌هاش هم هست اگر روغن سیادونه را و همچنین صمیموان هست و دیگر غیرها هست ان شاء الله. با باوری کامل میتونید از داروخانه شفافرما فرمایش کنید. درود بینندگان عزیز، برنامه نوبتی آوازه و حقیقت رو از کانال تاجیکان گروپ تقدیم شما میگردونیم و مهمون برنامه ما هستند یک تن بانوی ایجادکار، روزنامه‌نگار شناخته مهرافروز نیمانزاده. خوش آمدید به برنامه. جهانی سپاس عبدالرحمن. سلام و درود میگویم به بیننده عزیز یوتیوب کانال تاجیکان گروپ و خصوصا برنامه آوازه ها که عبدالرحمن روز ما نمیته. سلامت باشید و تشکر میگویم به شما که دعوت ما رو قبول کردید و طول یک سال اخیر درباره حیات و ایجادیات و فعالیت شما بسیار آوازه و هنگامه ها در سامانه های اجتماعی پهن گردید و خوش به حالم. این از اون شهادت میدهد که برای مردم شما دقت جلب کننده هستید. علاکه موقع خود را در جامعه اشغال نمودید که گرد نام شما هر گونه صدا و آوازه هم ایجاد میکنند. و بینندگان عزیز، به خاطر آن که برنامه های ما زود تقدیم شما کرده شود، از شما خواهش میکنیم که با برنامه VPN وارد کانال تاجیکان گروپ شوید و برنامه های ما رو تماشا کنید. و مهرافروز بانو طول چند مدت است که اطراف زندگی پس پردگی و بسیار آوازه و هنگامه ها پهن شده است و از این خاطر ما شما رو با درخواست زیادی مخلصان دعوت کردیم تا به سوال های هم خود و هم ایشان پاسخ گرفته باشید. و باوری دارم که شما پاسخ های درست به مخلصان خود میگردید. سوال اول چنین است که چرا مهرافروز از شوهرش جدا شد؟ این سوالی است که هر لحظه هر دقیقه به صفحه های من وارد میگردد. من راستی جدا نشدم. بعضی مشکلی ها بود میان ما اما برطرف شدن. باز بعضی مخلصان گفتن که مهرافروز شوهرش رو خودش از خانه پیش کرده است. عبدالرحمن، اگر برای من پول و مال در جای اول می ایستاد، من یک جوان کوهستانی رو همسفر زندگی انتخاب نمی کردم. یک جوانی که آن سالها نیست پول نداشت، مقصد یگان وظیفه بلند نداشت، یگان درآمد خوب نداشت، اما چون او پسندم اومد قبولش کردم. یعنی و در سختی ها باید که صبر کنم و چگونه ای که هست همان گونه قبول داشته باشم. از گفته های شما برمیاد که هنوز هم شوهرتون رو دوست می‌داره. شاید مثل قبلی نه. بله، مثل قبلی دوست نمیدارم. پیشتر اونقدر زیاد دوستش میداشتم، احترامش میکردم، رشک میکردم، اونقدر بحث میکردم، جنجال میکردم از رشک. حتی بعضا مخلصی شکیره بود، دیسک ها فیته هایی که به خونه میورد میشکستم و میپرتفتم که تماشا نکند. اما چون زن فرزنددار میشود، توجه او رو فرزندان جلب میکنن، مهر و محبت زیادتر به فرزندان بخشیده می شود. گذشته از این فرزندان که کلان شدن، مشکلی ها زیاد می شوند
و نه همیشه میتوانی که همسفر زندگیت رو مثل پیشتر مثل جوانی ها دوست بداری و بخواهی. با وجود اینه که شما سبب اساسی مدتی است که از همدیگر جدا زندگی میکنید و مخلصان فوش نمیکنید، اما مخلصان کنجکاو در اینترنت نوشتن که میگویند گویا شما رو شوهرتون با یک جوان 20 ساله در خانه تون یک جای دیده است و از همین خاطر قهر کرده برآمده رفته است. السلام علیکم هموطنان عزیز، من یوسف اسورا، اولیدار صاحب 3 فرزند، ستارش دیرکتور کمپانی فبرلی که همه شما زنهای خانشین را به کار دعوت میکنم. در کمانده ای ما زیاده از 1000 نفر زنهای تاجیک، زنهای خانشین کار میکنند، نه وابسته شما در تاجیکستان یا در روسیه. معاش 70 سومان تا 7000 سومان. عین حال شما در بالای اکران محصولات های کمپانی فبرلی را میبینید که به نهایت با صفت بوده، نرخ دسترس دارد. برای فرمایش و کار در واتساپ نویسین، همش را میفهمونیم. نام نویس شدن و آموزشش همش بپولای. باقی در امان الله مهربان باشین. خدا همتون نگهبان باشه. در اویله ما نه زن نه مرد در راهی بد نیست، به کاری بد دست نمیزند و من هرچند که امروز زنی خانه‌دار و صاحب فرزند هستم، ولی همیشه تحت نظارت اوچه جانم و برادرانم قرار دارم. هر جایی که من میروم، هر لباسی که میپوشم، البته که با روزگی آنها میپوشم. اگر توجه کرده باشید من بیشتر عادی میگردم به خاطر که اویله ما همین گونه قبول دارم و از همین خاطر ما چنین تربیت نیافتیم که خیانت کنیم، بی‌وفایی کنیم، در راه بد برویم و زندگیمون رو با پول حرام پیش ببریم. ما در اویله 5 دختر و 3 پسر هستیم. همه دختران تحصیل کرده، کارگر و حتی در اکثر موارد بسیار مشکلی هایمان رو خودمون حل میکنیم، با مهنت، با عذاب، با رنج، با مشقت. بله. این زمان شوهرتون در کجا قرار دارن؟ در خارج کشور. در خارج کشور. بله. اگر رفت دوباره نزد شما یان قبول میکنید؟ راستی گپ میگن که کج بشینو راست بگو. یک دو مدت زیاد به عصبهایم ناخون زدن، نه تنها خودش، چندین نفران، و به خلاصه آمدم که ما دور باشیم، جدا باشیم، به خاطر که من نمیخوام که فرزندان من در یک روحیه ناسالم کمال بیابند و آنها عصبانی باشند، آنها بی‌آداب باشند. زیاد سختگیری میکنم اگر اوید قبول میکنید؟ اما دوام گپم رو گوش کنید. اما راضی نشدن. راستی گپ خشنومنم زیاد خواهش کردن که باید جدا نشوید، باید زندگی کنید و من نیز البته جدایی نمیخواهم، ولی بعضا در زندگی باید که همین گونه رفتار بکنی، چی میگوین، تنبیه بدهی به بعضی ها که آنها اصلاح شوند، کمبودی هایشان رو برطرف بکنن و مسئولیت حس کنن. چرا نه؟ در اکثر موارد من مشکلی هایم رو خودم در تنهایی حل میکنم. در اکثر موارد من با غم و دردم احساس تنهایی میکنم و هر کس در حیات من به خاطر چیزی میآید، به خاطر چیزی میرود و همین خاطر من میخواستم که دیگر برای کسی زندگی نکنم. همسایه چی گفت، خیش چی گفت، فلانی چی گفت، برای خودم زندگی کنم، برای فرزندانم. و بعضی تصمیم ها گرفتم که متاسفانه بی‌برار انجامیده. رفتو اگر شوهرتون زن گیرد دوباره نزد شما بیاید یا شما آگاه شوین، او را قبول میکنید؟ من دوست نمیدارم مردی رو که زنش در زندگی تمام عمر مبارزه ببرد، زحمت بکشد، عذاب بکشد، فرزندانش رو کمال بدهد، بخوراند، بپوشاند، همه ماجراهای به سر آمده رو میدونید. بعد از این زن بگیرد و باز من رو قبول کنم، تصور نمیکنم. یک جوان در کامنتر نوشته است که مهرافروز شوهر خانه داماد میکند، من راضی هستم که شوهری شوم. هزار رحمت. این آدما این فکرها با من عموما موافق نیستن. من دوست نمیدارم مرده که بی‌ناموسه، مرده که بی‌مسئولیت، مرده که در خانه زن بره. الفونس میگه نه؟ بله، برای در خانه زن زندگی کنه. او چی مرده که غیر من مردترم. رفت تو اگر شما با یک دیدن با او عاشق شوید، دل بایدید چی؟ من عاشق نمیشم عبدالرحمن. نمیشه. باور که من در تمام عمر عاشق شدگی نیستم. من عاشق نمیشم. میدونی من عاشق چی؟ عاشق کارم، عاشق همین وظیفه‌ام، عاشق ایجادم، عاشق پیشرویم. جوان ده، مردک ده، آدمی سامانویم. هزار یک مردک مدام نیستم، ایرا پنهان نمیکنم. هزار یک ای راهبرش تو آدمی عادیش تو تجارتکار دیگر برای من نفرا و کارشون و وظیفه‌شون پوشان
عجایب نیستن. زن دوم شدن رو قبول داره؟ نه رفت تو یگون مردی ثروتمند پیدا شود، من چرا باید زن دوم شوم؟ تمام کمبودی های شما رو اجرا کند، شما رو صاحب خونه در خدا را شکر عبدالرحمن کار صاحب کردن همه چی ماند. هستم. در این سین سال پروردگار همه ناز و نعمت چه برای ما ارزانی داشته. مهمتر همه تنم صحت است. عقل رسا دارم، گوش شنوا دارم، زبانی گویا دارم، چشم بینا دارم، کار میکنم، زندگی من پیش میبرم. من در چی در کار شویک است؟ تنهایی بعد به دلتون نمیزند؟ من تنها از شوهر نیستم. جدا، تنها نیستم. زنی به مرد، زنی به مرد، من زنی به مرد نیستم. زنی به آغوش گرم. آغوش میشوه، آغوش آغوش میشوه. تن صحت باشه همه چی. زندگی پستی بلندی داره، صبر کردن در کار. آیا راست است که شما برای مشهور شدن خیلی رنج و عذاب کشیده اید؟ البته رنج و برای عذاب. مهرافروز شدن که امروز البته همگی شما رو میشناسن. بله، بسیاری ها میگویند که مهرافروز ای خونه و در شبین ایک جا میاره مهاجرا را فن میکنه، ای ریمونتوی خونه شبین ایک جا میاره کارتا میمونه کمبغلا را فن میکنه. آخی برادرای عزیز، خواهرای، یک بار شما 10 سال پیش گذشته مرا بکوین، بشورین، بپرسین، سنجش بگذرونین. من چی روزا را از سرم گذروندم، چقدر عذاب کشیدم، دویدم، خستم. باور کنید من در پیشترک و پلانوی رسپرداژ میپوشیدم. شاید باورم نکنن، رسپرداژ میپوشیدم با همراه مای کی میگرفت میپوشیدم. اپون سوداگران از صدقه بارشون آمد میدادن، من میپوشیدم. من تیم به تیم پول جمع میکردم خونه کنم، ماشین بگیرم، صاحب شرایط خوب شوم، فرزندم عذاب نکشن. شکرانه خداوند به همه چی رسیدم. میگویند که شما برای اون که پول خانه رو جمع کنید حتی در شکمتون خوراک درست نمیخورده اید. بله. روز تا بگاه در همون بینای شرق قیازات کار میکردم، از پای نشر کردن در گازت زن خودک و مرد میخوردم. ما وجا نمیکنم. مهنت شرف میگم، مهنت حلاقتی آدم دیر موفق میشه. بسیار عذاب میکشی، بعد به امو ارزو و به امو زینایی که تو میخواهی میرسی. نه که برای رسیدن بسیار عذاب میکشی. شکست ریختی بسیار دیدم، گشنه گشتم، تشنه گشتم، فسون نکردم، رنگ بعضیا طلا و تنگه نخریدم، خونه کردم، آبادی کردم. تا حاضر ما مقصد که قپوله که من میآوم من برای خود رسوا نمیکنم. در ساختمان خانه شوهرتون به شما کمک کرد؟ بله کمک کردن. چرا نمیکنن؟ شکرانه خداوند 3 فرزندی ما، فرزندای همون نفرن، باید که بکنه وظیفشه. در مناسبت زن و مرد یا زن و شوهر فرزندان گناهگار نیستن. من همه وقت شوهر ما اول سازم بده میگفتم که بین ما یگان مشکلی شد، هیچ وقت فرزندا را گناهگار کردن در کار نیست. باید که برای اونا پدر مادر باشیم، تربیهشون کنیم، رسخود کنیم، به خاطر که آینده اونها برای خودشون یگان کس شوند. بله. و بسیار مخلصان شما را با ترانه خوانی‌هایتان در سامانه های اجتماعی میشناسند. من میدونم که شما ترانه های درخواستی نیز اجرا میکنید. چرا بیشتر موضوع ترانه های شما را درد و غم و جدایی در بر میگیرد؟ مثلا یگان ترانه ندارد که شما از خوشبختی ها، از پیشروی ها، از خرسندی ها، خوشنودی ها قصه کرده باشید؟ شاید تماشابین من همش درددار آدمای باشن. دردمند. بله، انسانایی باشن که در زندگی درد دیدن، رنج دیدن، شکست ریخت دیدن و هر کسی که مراجعت میکند یا از جدایی میگوید یا از خیانت یا از بی‌وفایی یا از فند فریب و موضوعهایی را میگوید که قسما درد خودم هم هستن. من که در زندگی زیاد رنج کشیدم، مصیبت ماجرا دیدم، از دوستان خیانت دیدم، فند و فریب خوردم، میتوانم که چون این موضوع را خوبتر بسرایم. و صدای شما هم به همین موضوع ها موافق است. بله. و من میبینم که شما در بعضی ترانه هایتون اشک میریزید. همون صنعی است یا اینکه طبیعی؟ نه، در حقیقت وقتی من وارد ثبت همون استودیو میشوم باید ثبت کنم ترانه رو، با ابراز میدارم، وارد همون دنیای میشم که خودم رو قهرمانی همون قصه یا ترانه تصور میکنم و در حقیقت گریه میکنم. اگر گریه نکنم نشد میگم این ترانه کمتر وقت بتیم برای ما که آماده شوم. بعضی مقصد هستن که آدمای استودیو در کار میکردگی پولشون بگیرن، تست کار بود شو گفته نخش روی نخش نیست. اون چیزی که من باید بخونم این چیز نشده. صبر کنیم، موضوع میدارم باید سر میخونم داده میشم. امو دردی همون نفر
درک میکنم، خودم تصور میکنم در جای همون نفر. بعد خودم در زندگی زیاد درد دیدم، رنج دیدم، پدر ای دست دادم، جیان نوشه 22 ساله ای دست دادم. همه ای برای ما درده و بله. و زیق میشم. من در سامانه اینترنتی زن و مرد دیدم که شما با خانه هنرمندی مرحوم که در یک صدمه نقلیاتی جان باخت، دمیربک اولیموف، بعد از مرگش به خانه ایشون رفتید، از حال و احوال فرزندان پرسان شدید. چی شما رو وادار ساخت که تو به خاندان ایشون روید؟ خاکساریش در زندگی با وجود آن که وظیفه رو هم دیدم، پول رو هم دیدم و همه زینه رو طی کردم، فکر میکنم که همیشه خاکسارم و همون مهرافروزی که از ناحیه همدانی اومده بودم، همون رسم و همون خصلت و همون لباس پوشی هم است، عوض نشدم و دوست میدارم همون نفرایی را که با وجود محبوبیت، مشهور، دارایی خاکسارم. و دمیربک از میان همه هنرمندان بسیار یک جوانی با آداب بودن، خاکسار بودن. در چندین برنامه‌های کنسرتی هم دو دست پیش بر آمده، لب مهرافروز جان چی خدمت کنم، چند سرود خونم. راستی برای همی زیق شدم وقتی که دنیا گذاشتم، به حد دلم سوخت. اول اینکه جوان بودن، دوم اینکه با آداب بودن، سوم خاکسار بودن. تو از را باور کنید دلم میسوزه. بعد رفتم خونهشون. هر نفری که هر کاری نیکی که نیت کنم کوشش میکنم که انجام بدم. دوام یک هفته تو نرفتم خونهشون، دلم قرار نگرفت. خیر رفتیم، دعا کردیم، مزارش رفتیم، ای حال پدر مادر فرزندش با خبر شدیم. فکر میکنم کاری خوب کردم. ای اویی که در شادی یک از شریک میشوی، در غم شریک شوی، این بهترین کاره. هم ثواب هم خرسند میشون، هم نفرا عمر ترا یاد میکنن، عمر از راضی میمونن. و از زندگی که پس سر کردید و از زندگی که حالا دارید راضی هستید؟ از زندگی نه همیشه راضیگی بیان میکنم، به خاطر که در زندگی زیاد رنج کشیدم. به حد نه هر زن مثل من فکر میکنم در زندگی صبور بوده میتونه. من در خونم کاری مردکی را میکنم، بعضا میبرم درخت توزه میکنم، درخت چی میگن کنتکه میزنم، درخت سفید میکنم، پالک رسکه میکنم. همه کاری خونم مردکی زنکی کار من در فرق نداره. به خاطر آبادی هم خونم همه کارم میکنم. در برابر با چند شاخه‌های کاری دارم، مبارزه میبرم، راستی میدوم، عذاب میکشم. بعضا خودم سرزنش میکنم که چه وقت خودم غم میتم، مقصد که جانم در جبر میکنم، به همین خاطر ناراضگی بیان میکنم. در اصل هرچی که در زندگی خواستم، آرزو کردم، خداوند به آرزوم رساند. یک آرزوی دیگه مونده انشالله که به نزدیکی چی باشد اگر مخفی نباشد برای مخلصان همون آرزویی که هنوز عملی نشده است فوش کنید؟ میخوام که خانه خدا را زیارت کنم. بعد پلنی صحنه دور شوم، از صحنه دور شوم، بعضی کارهای دیگه دارم، با همون کارها مشغول شوم، به تربیت فرزندام هم کلان شدستن. امیت دوده باشین از همین صفحه اینترنتی هم میدروی برنامه و نوارای بیمانی هم قبل بسیار شده که شهر میدارم. بعضا وقت که یک دختر تاجیک هم میبینی هیچ کار نداره، رقص کرده یا که میبینی یک نوارای میکنه که ای بای برای ما مردم تاجیکه ای بای ایزا میکشم. پیشتر وقتی ما در اینترنت برنامه داشتیم، اینترنت تازه بود، برنامه خوب بودن، تربیه میکردن. یک کسا و زینه تربیه نمیکنن، برنامه برعکس ما را راههای بد نشون میتن. اون وقتا نه همه با یوتیوب دسترسی داشت. امروز خرد و بزرگ و کودک و همه صاحب برنامه، همه بلاگر و راوی و روزنامه‌نگار و برنده و از چه حساب زیق میشم. بعضا نگاه میکنم یک نوار میبره فلانی زن فلانی رو با فلانی قبیدن، همه بلاگرها، همه ایجادکارا، همه نفرای سامانوی پن میکنن. خیلی از کمبودی کرد، گناه کرد، یا آدم به عقل بشینه او را نصیحت کنه، یک راهنماییش کنه. جای یک کس رای خوب ده بردن، برعکس او را سامانوی میکنن، جهانی میکنن. انا زن تاجیک کبینه نخی خطا کرد، در کار نیست. همین چیزا ما را کم ترزیق میکنن. یا یک کس نگاه میکنن که کی رسمات رو میگیره، درباره هم یک گپی بد شید، او را دیگه فکر نمیکنن که خوبه بده راسته دروغه دیگه همین. بله. شما را خدا میته.
راست است که شما یک وقتا کم کم سرود هم میخونده. بله. کدام سالها بود؟ سال دانشجویی، سال مکتب خونی. پس چرا سراینده نشدید؟ اینقدر امکانیت ها داشتید. سال مکتب خونی همیشه سرودای منیژه دولت‌آرا میخوندم. در مکتب منیژه میگفتن مرا. سال دانشجویی بسیار فعال بودم. در چهاربینی‌های دانشگاه ملی در انسامبل نوروز فعالیت میکردم. نمیخواستم آوازخوان شدن که شوق داشتم. فکر میکنم که سرودخوانی را همه ذوق داره، همه میخونه. وقتی به یک کار مشغول میشی برای خودت میخونی. خیلی مرا میخوندم، نمیدونم. حالا چی؟ ذوق نداره؟ ولی حالا میبینم به توی ها به حیث راوی میروید. بله. اگر مخفی نباشه چقدر حق خدمت میگیرید؟ یک سراینده بسیار شکایت کرد که شما حق خدمت گران است. حق خدمت شما داخل شهر 1500، بیرون شهر 2.5 هزار سامانی. بله. دلار نه سامانی. ما با دلار کار بعد نداریم. این بعضا هنرمندانی هستند که با همه انسامبلشون هم اینقدر مبلغ میگیرند، 2.5 هزار سامانی. شما رو فکر میکنم فقط هنرمندان مشهور من با برده میتوانند هنرمندان به توی نمیروم. از روی همین پند و اندرسایی که در صفحه اینستاگرام هم میگذارم، اکثر زنها مثل که ضیاءالدین نورزاد را اکثر کمپیرها دوست می‌دارن. مرا هم زنها کمپیرها بسیار دوست می‌دارن، احترام میکنن و مینویسن که برم در آواز خشروت میخوام که دختر ما توی کردستم یا که نبیرم ما توی کردستم امیخته تبریکات برام یا که امیخته توفه برام توی نه چند سو میرای. خیلی مسئولیت میکنم. بعضی نفرها هستن که میگه شرایط نداریم، باور کنیم به پول میرم خدمت میکنم. بعضیاش میگه 500 سوم جدا کردگیم، حافظ مونه 2000 میتیم. میگم اپا محل خاطری هستن که بعضی آدمایی که شرایط ندارن. محل میگم اپا جون میرم. نفرها هستن زنگ میزنن 1.5 میگم، میگه 3000 میتیم فسان که بیان اور چی پند نصیحتای اینستاگرام تا نقل که و بعضا چقدر میگه کدومش باشه سوال میتونه از من خبر بگیر. از من خبر بگیرم یا بخوان در توی چقدر میخوان از من خبر بگیر. توی یگان توی شده است که سرود خونده باشید؟ نه توی در سرود نمیخونم، فقط تبریک میکنید همچون راوی. و چی نقشه ها داره در آینده و تمنیت شما به مخلصان خودتون و بینندگان برنامه آوازه و حقیقت؟ به همه مردم تاجیک پیش از همه خانه آبادی میخواهم. قلبشون شاد باشد، خانهشون آباد باشد، در لباشون همیشه تبسم باشد، خوشبخت و سعادتمند باشن. همیشه وطنمون همیشه آرام باشه. همه فضای آرام و آسوده کشور برای ما خوشبختی است، دولت است، پیشروی است. ببینید دولت‌های اکثر دولت‌ها در آرامی نیست. آرزو میکنن که خیلی آرام باشن، آرزوهاشون هم مردمشون عملی بگردونن. خوشبختانه ما قدر وطن تنج داریم، آرام داریم، آسوده داریم. بگذار که همیشه آرام باشه وطنمون، همیشه هواش صاف و بی‌غبار باشه. با مخلصان شما نیز خوشبختی میخوام، سعادتمندی. با شما پرواز بلند ایجادی. و بار دیگر تشکر میگویم به شما که در برنامه ما شرکت ورزید. زنده باشین. و مخلصان عزیز، مهمان برنامه آوازه و حقیقت بودن روزنامه‌نگار و ایجادکار شناخته، سرمحرر هفته‌وار زن و مرد مهرافروز نیمانزاده. و از شما خواهش میکنیم که برای دستگیری کانال و برنامه‌های ما با برنامه VPN وارد کانال ما شوید و برنامه‌های جالب ما رو تماشا کنید. خیر تا برنامه‌های دیگر، سلامت و موفق باشید.